من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم. این تخویف اخروی هست برای کبار اهل الكتاب، کفار اهل کتاب. اینها مؤمنین اهل کتاب بودند، اکنون کافرین اهل کتاب. الله می فرماید ان الذين كفروا، بدرستی کسانی که کفر کردن، لن تغنی عنهم اموالهم، هرگز دفع نمی کند، دور نمی کند از آنان مالشان، ولا اولادهم، و نه اولادشان، من الله شیئا، ای من عذاب الله، مال و اولاد از عذاب الله هیچ چیزی را دفع نمی کند. و اولئک اصحاب النار، این ثمره اخروی است. اینها اهل النار هستند، اینها اصحاب نار هستند. هم فیها خالدون. ببینید هم فیها خالدون. نکته علمی میخوام خدمت شما عرض کنم، فقط اینها در نار خالدون هستند، همیشه هستند. هم فیها، این حصر است. شما خواندید که وقتی که ضمیر تکرار بشه فایده چی را میده؟ حصر میده. یعنی همیشه در جهنم چه کسانی میمانند؟ کفار میمانند، مؤمنین نمیمانند. این آیه رد معتزله هست. معتزله میگویند که هر کسی از مؤمنان مرتکب گناه کبیره شد، مرتکب العیاذ بالله زنا شد، مرتکب شراب شد، مرتکب فساد شد، این که به جهنم بره برای همیشه در جهنم هست. اهل سنت معتقد است که همیشه در جهنم نیست، در جهنم میره. اونجا عرض کنم که دورهش را میگذراند، پاک میشه از گناهش با عذاب دادن، ولی بعدا بیرون میاد، نهایتا از عذاب بیرون میاد. خب اونا میگن نه، هر کسی که در جهنم راست خالدن مخلدن فی النار. حتی میگن مرتکب گناهان کبیره چی هستن؟ خالدن مخلدن فی النار، همیشه در نار هستن. ما میگیم ببین اینجا حصر است، از نظر عربی، از نظر نحوی حصر است. معنی اینه که فقط اینها خالدون هستن، یعنی که کفار. اون وقت مؤمنین چی؟ اونها خالدون نیستند. همین در میان نتیجه درسته؟ هم فیها خالدون. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا. خب الان کسی میگه که اینها همیشه در آتش جهنم، این همه بیچاره ها نفقه میکنند، پول خرج میکنند، کمک های بشر دوستانه. الان گروه های تبشیری مسیحی مگر کم دلار خرج میکنند؟ تمام بلاد افریقا و بلاد محروم و بلاد عقب مانده را صلیب سرخ روستا به روستا، ده به ده، شهر به شهر کمک میکند. مسیحیان اونقدر که کمک میکنند شاید مسلمانان کمک نمیکنند.
جای زلزله، جای اتفاقی میفته میبینی فوراً کمک هایشون سرازیر است. این همه کمک، این همه نفقه، این همه صدقه، باز هم همیشه در جهنم نفقاتشون سودی ندارد. مثل ما ینفقون، خداوند مثال نفقهشون را بیان میفرماید. اما قبل از اینکه آیه را بخوانم تفسیرش را پیشا پیش قرطبی نوشته، یعنی مثل نفقت الکافرین فی بطلانها و ذهابها، مثل نفقت الکافرین فی بطلانها و ذهابها، مثال نفقه کافران در بطلان و در ذهاب از بین رفتن و عدم منفعتها کمثل زرع، مثل کشتی هست، کشتزاری، اصابه ریح بارده، یک باد شمالی سردی که یخبندان باشد بیاید، نتیجه این کشت چی میشه؟ او نار فاحرقته، یا آتش بیاید او را بسوزاند، و اهلکته، اون را نابود بگرداند. فلم ینتفع اصحابه بشیء، اصحاب زرع، صاحبان کشت، هیچ نفعی از اون کشت خودشان نخواهند برد. بشیء بعد ما کانوا یرجون فائدته و نفعه، بعد از اینکه اونها امیدوار بودند فائده و نفعش را ببرند. لذا کفار همچنین فائده و نفعی نمیبرند. من یه مسئله را خدمت شما قبلا هم عرض کردم، دوباره هم تکرار بکنم، بار بار که این را همیشه به ذهن داشته باشید. قبلا عرض کردم اعمال خوب کفار، اعمال نیک کفار، مثل مواسات، مثل همدردی، مثل خرج کردن، مثل به هر حال به غم بینوایان، درماندگان، سیل زدگان، زلزله زدگان، به کمک اینها شتافتن، یا اینکه اخلاق خوبی داشته باشند، برخورد خوبی داشته باشند، صداقت خوبی داشته باشند، یا عرض کنم که دعایی فریادی خدا را میزنند ولی بر اساس اون عقیده کفریه و شرکیه خودشان، این اعمال در دنیا میتونه برایشون مفید باشه، در آخرت نه. در دنیا اگر اعمالی بکنه، اگر شاید بعضی جا شما ببینید که یک مقداری وضعشون خوب هست، شاید نتیجه اعمال خوبشون باشه. مثلا غدر و خیانت و دروغی که در معاملات مسلمانان دارند، اونطوری که تجار ما تعریف میکنند، در کشورهای کفر نیست از این خبرها. اونها یک مقدار صداقت بیشتر دارند. خب این نتیجه شاید شده که اقتصادشون خیلی بهتر. پس نتیجه اعمال خوب را در دنیا میبینند، حتی دعایی بکنند. علما استدلالشون قبلا خدمتتون عرض کردم از دعای ابلیس هست. ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین، کافر شد، کافر دیگه هیچ ارزشی برای خدا ندارد، اما بعدا دعا میکنه بعد از کفرش، رب انظرنی الی یوم یبعثون، بار الها مرا تا قیامت مهلت بده. خدا میگه انک من المنظرین، دعایت قبول شد اما 100% نه، الی یوم الوقت المعلوم، تا روزی که خدا معلوم کرده، نه تا روز قیامت که اصلا بر تو مرگ نیاید. یا درباره مشرکان مکه الله تعالی می فرماید و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، اینها شب و روز میگه خدایا ما را عذاب نده، خداوند عذابشون نمیده. و هم یستغفرون، وقتی که استغفار میخوانند. پس اگر کافر حتی استغفار بخواند، دعایی، عمل خیری انجام بده، همدردی و مواساتی داشته باشه، در دنیا برش مفیده. اما آیاتی که ما میخوانیم که خداوند میفرماید اعمالشون هیچ ارزشی نداره، مثال اعمالشون همین مثال که الان میخوانیم، مثال انفاقشون مثل چی هست؟ مثل کشتی هست که طوفانی میاد او را خراب میکنه. این از نظر آخرت است. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، این در کجاست؟
در آخرت است. فجعلناه هباء منثورا، ما اعمالشان را تبدیل به غباری که پراکنده میشه در آسمان. این مربوط به کجاست؟ به آخرت است. همه اینها مربوط به آخرت هستند. لذا این مثال انفاقشون از نظر آخرت. در دنیا امکان داره که نتیجه خوبی برایشون داشته باشه. الله می فرماید مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثل آنچه که خرج میکنند در این زندگی دنیا، که مثل ریح، مثل بادی هست، مثل طوفانی که فیها سر. قبلا سر را خواندیم در سوره عرض کنم که قمر. سر اونجا سرسرن خواندیم. انا ارسلنا عليهم ریحا سرسرا ای فیه برد شدید. سر یعنی برد شدید، طوفانی که در آن برد شدید باشد، یخبندان باشد. خب کشاورزان میدونن که این یخبندان کشت را از بین میبرد. اصابت حرث قوم، که برسد به حرث و کشت قومی که ظلموا انفسهم، به دلیل شرک و کفر بر خود ظلم کردند، فاهلکته، او را هلاک میگرداند. الله میفرماید و ما ظلمهم الله، الله بر آنها ظلم نکرده، ولكن انفسهم یظلمون، اما آنها خود بر خود ظلم کردند به دلیل شرک و کفر. پس مثال اینها همینه در دنیا که به سبب شرک و کفر اینها عرض کنم که انفاقشان مثل همون کشت فایده برایشان ندارد. لذا وقتی که کفار هم وضع دنیایشون اونه هم وضع آخرتشون، اکنون شما مسلمانان را خدا میگوید ای مسلمانان، شما با کفار چنان محبتی که صمیمیت باشد، چنان دوستی که صمیمیت باشد داشته نباشید. چندمین بار هست که ما را خداوند از دشمنی، از دوستی با دشمنان خودش با کفار چی میکند؟ منع میکند. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. الله میفرماید ای مؤمنان، بنویسی پانیش مقاطعه عن الكفار، دستور قطع رابطه با کفار است. ای مؤمنین لا تتخذوا بطانة، شما نگیرید بطانه بغیر از خودتان. بطانت میگویند اون دوستی را که انسان اسرار و رازهایش را به او بگوید، دوست صمیمی به اصطلاح. هر انسانی دوستهایی دارد صمیمی که همیشه درد دلش را با اونها میکند. شاید از مسائل خاص خودش به هر که نگوید، ولی به یک نفر میگوید، به دو نفر میگوید. این هست بطانه. به هر حال دوست دلی. لا تتخذوا بطانة من دونكم، یعنی دوستی دلی بغیر از خودتان، یعنی بغیر از مسلمانان با کسی دیگه نگیرید. چرا؟ لا یألونکم خبالا، آنها کوتاهی نمی کنند در شما از نظر فساد. لا یألونکم، کوتاهی نمی کنند در شما از نظر فساد، تا جایی که بتوانند شما را چی می کنند؟ شما را به فساد می کشند، شما را به سوی شرک و کفر می برند. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه می فرماید، از ایشون نقل است، در تفسیر خازن این عبارت آمده که مردانی از مسلمانان بودند، بالخصوص انصار مدینه، قرابت و خویشاوندی با یهود داشتند. چون اوس و خزرج که در مدینه بودند و بعد یهود قریظه و نظیر که آمده بودند، حلیف شده بودند چند سالی، بعداً وصلت و ازدواج هم صورت گرفته بود، با همدیگر قرابت و خویشاوندی هم داشتند. لذا الله عزوجل فرمود به خاطر اون قرابت ها، به خاطر اون خویشاوند ها شما محبت دلی داشته نباشید. خب امکان داره انسان خویشاوند داشته باشه، خویشاوندی اصلا بر دین ما نیستند، اصلا مسلمان نیستند،
ولی نسبت خویشاوندی هست، خیلی اتفاق میفته. انسان به حد ضرورت اگر با اونها ارتباط داشته باشد برای خویشاوندی، اما محبت قلبی باید باشون داشته نباشد. قال ابن عباس، ابن عباس فرمود کان رجال من المسلمین، مردانی از مسلمانان بودند که یوصلون الیهود، با یهود چیکار میکردند؟ صله رحمی میکردند، وصل میشدند. لما بینهم القرابه و الصداقه، به خاطر اینها که بینشون چی بود؟ قرابت و صداقت بود. والحلف والجوار، هم پیمان بود، پیمان با هم دیگه داشتند. بنو نذیر با بنو قریظه با اوس، بنو نذیر با خزرج، لذا پیمان و الجوار همسایگی هم بود. و رضا و شیرخوارگی هم بود، برادر رضایی بودند. حضرت محمد ابن سلمه رضی الله تعالی عنه که رفت اون سرکش و متمرد یهودی کعب ابن اشرف را از پای درآورد و او را ترور کرد و کشت، چه نسبتی باش داشت؟ عرض کردم برادر رضاییش بود، برادر رضاییش بود. ها، برادر رضایی کعب بود. بله، کعب گروهی را برداشت رفت به طرف، بعد از جنگ احد برداشت رفت به طرف مکه، با ابو سفیان و بقیه سرداران معاهده بست و به استار خانه کعبه 40 نفری، 40 نفر از یهود و 40 نفر از مشرکان قسم خوردن که ما متحدیم بر علیه محمد، با هم می جنگیم، جنگمان یکی هست، صلحمان یکی هست، پیمانمون یکی هست. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله دید که این داره توطئه میکنه، داره بر علیه مسلمانان نقشه میکشه، فتوا صادر شد، گفت این انسان باید از پای درآید. برادرش با محمد ابن سلمه در حدیث میاد، حدیث مفصلی هست که محمد ابن سلمه رفت. محمد ابن سلمه کسی بود، دوندهی بود از میان صحابه که هیچ کس به او نمی رسید، حتی مثل اسبها می دوید. بله، وقتی که میگه رفت تو قلعهش، گفت کیه؟ گفت برادرت محمد ابن سلمه آمده. اونجا با کعب همراه شد و گفت که من شنیدم شما بر علیه این فرد داری لشکر جمع‌آوری میکنید و طوری وانمود کرد که من میخواهم با شما همراه بشم. به هر حال تو همون قلعهش گشت زدند و دور زدند و داشت میگشت، یک بار شمشیر را در آورد، زد، سرش را جدا کرد و پا به فرار. اون نگهبانانی داشت، هر کاری کردند به محمد ابن سلمه نرسیدند، خیلی تیز رفتار بود، لذا این برادر رضاییش بود. پس اینجا هست ابن عباس میگه کان رجال من المسلمون یوصلون الیهود، با یهود وصل می شدن. چرا؟ لما بینهم القرابه و الصداقه، قرابت بود، صداقت بود، دوستی بود، حلف بود، پیمان بود، والجوار همسایگی بود، والرضا شیرخوارگی بود. فانزل الله عز وجل هذه الآیه، خداوند این آیه را نازل فرمود. فنهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنه، از مباطنت با اونها، یعنی از دوستی صمیمی و دلی با اونها چی کرد؟ من کرد. چون که الله فرمود لا یعلونکم خبالا، اونها کوتاهی نمی کنند در فساد شما تا جایی که بتونه شما را به راه انحراف میکشن. ودو ما عنتم، آنها دوست دارن ما عنتم، ما مصدریه هست، دوست دارن به مشقت افتادن شما را، به رنج و به زحمت افتادن شما را. قد بدت البغضاء من افواههم، الله می فرماید به درستی که ظاهر شده، آشکار شده بغض از دهانشان. بغض گاهی از دهانشون آشکار میشه، طعن میزنن، دشنام میدن، بد و بیرا میگوین. این
همون که وقتی نتونن کنترل بکنند اینطور میگویند و ما تخفی صدورهم اکبر. اما آن غیظ و عداوتی، ما تخفی صدور می‌نویسیم من الغیظ والعداوه، آن غیظ و عداوتی که در قلب‌هایشان هست، در سینه‌هایشان هست، اکبر به مراتب بزرگتر است. پس فکر نکن که این دست به سینه بسته و تو را خوش آمد میگوید و قربان میشه برای شما، این واقعا دوست، نه، این در دل بغض دارد، عداوت دارد نسبت به شما. این عرض کنم دسیسه هست این تعارفات و تشریفات. و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لكم الآیات ان کنتم تعقلون. الله می فرماید ما آیات را برای شما واضح بیان کردیم اگر عقل دارید، اگر درک دارید، اگر متوجه هستید. قد بینا لكم الآیات، آلوسی تفسیر میکنه ای اظهرنا لكم الآیات الداله، ما ظاهر کردیم، روشن کردیم برای شما آیاتی که دلالت میکنند علی النهی، بر نهی عن موالات اعداء الله تعالی و رسوله. اون آیاتی که بر نهی از چی دلالت میکنند؟ از موالات و دوستی دشمنان خدا و رسول. نباید کسی که دشمنی رسول الله در قلبش هست، دشمنی خدا در قلبش هست، یا دشمنی دوستان خدا در قلبش هست، با اونها انسان چی بشه؟ دوست بشه، سینه به سینه بشه، اون دهان را که توهین میکنه اون دهان را انسان ببوسه. لذا انسان باید این مسائل را فکر بکنه. چند جا هست که خدا تذکر میده که اینها دشمنی دارن با شما، بغض دارن با خدای شما، با پیغمبر شما، با دوستان خدا. و ما تخفی صدورهم اکبر، آنچه که دلهایشان پنهان کرده اکبر بزرگتر هست. قد بینا لكم الآیات، ما بیان کردیم برای شما آیات را، این کنتم تعقلون، اگر شما خرد داشته باشید، عقل داشته باشید. ها انتم، مسلمان همیشه ساده لوح هست و خوش قلب هست، خوش باور هست. الله می فرماید ها انتم، خبردار شما، اولائی، این افراد، این مخاطبین، تحبونهم، شما آنها را دوست دارید، اما ولا یحبونکم، آنها شما را دوست ندارند، نه ظاهرا و نه باطنا. و تؤمنون بالکتاب کله، شما کسانی هستید که به همه کتاب ها ایمان آوردید، شما اونها را احترام میگذارید، تورات را احترام میگذارید، موسی علیه السلام را پیغمبر خدا میدانید، مقدس میشمارید، اما اونها نسبت به شما چی میکنند؟ توهین میکنند. و اذا لقوکم قالوا آمنا، منافقانی از آنها هستند که هرگاه با شما ملاقات میکنند قالوا آمنا، آنان میگویند ما ایمان آوردیم، اما وقتی که تنها میشند انگشت به دهان از دست شما. و اذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ، هرگاه خلوت میشوند، هرگاه تنها میشوند، عضو گاز میگیرند، به دندان میگیرند، علیکم بر شما، انامل انگشتان خودشان را، من الغیظ از غیظ. والعض عبارة عن شدة الغیظ مع عدم القدرة على انفاذه. از چی را میگند؟ از این را میگن که انسان خیلی غیظ داشته باشه و نتواند، قدرت داشته نباشد غیظ خودش را چی بکند؟ پیاده بکند، نافذ بکند. عبارة عن شدة الغیظ مع عدم القدرة على انفاذه، قدرت بر انفاذ غیظ داشته نباشد، خشم خودش را اجرا بکند داشته نباشه، اون وقت چیکار میکند؟ دست خودش را گاز میگیرد، بدن خودش را گاز میگیرد. بعضی حیوانات اینطور هستند که گاهی عصبانی میشن، مثل شتر دهن به بدن خودش میبرد. لذا اینها از بس که غیظ دارند دستشون به شما نمیرسد، لذا خود را میجوند. بله، عضوا علیکم الانامل من الغیظ. الله میفرماید قل موتوا بغیظکم، شما با این دشمنیتون بمیرید. قل موتوا بغیظکم،
بمیرید در دشمنی، بمیرید با غیظتان. ان الله علیم بذات الصدور، الله نسبت به اسرار سینه ها علیم هست، میداند. الله همه چیز را آشکار میکند، همه چیز را مشخص میکند. و اینها چنان دشمنند، چنان عداوت دارند که ان تمسسکم حسنة تسؤهم، اگر به شما برسد حسنه یعنی شما با هم اتحاد داشته باشید، شما غلبه بر دشمن داشته باشید، شما فتح و کامیابی داشته باشید، شما غنیمتی به دست بیاورید، تسؤهم، بدشون میاد. سوء به معنی بدی هست، ناگوار میشه برایشون، جوش میزنند. اما و ان تصبک سیئة، شماتت اعدا، و ان تصبک سیئة، اگر به شما سیئه‌ای برسد، اگر شما با هم اختلاف داشته باشید. یکی از سیئه اینه که شما مسلمانان با هم بجنگید، اینها خوشند، اونها کیف میکنن، میگه اینها هم دیگر را میکشند. و ان تصبکم سیئة یفرحوا بها، خوشحال میشوند به اون سیئه. یا برای شما آسیبی، ضرری، زیانی، شکستی برسد. و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. پس خدایا اینها که همیشه در صدد ما هستند، دشمنان دین، دشمنان اسلام و مسلمین، منافقان در هر زمان، خب اینها دنبال به هم انداختن مسلمانان هستند. دنبال چی هستند؟ تفرق و تشتت هستند، دنبال ضرب زدن هستند. چیکار بکنیم؟ الله می فرماید و ان تصبروا، اگر شما صابر باشید، و تتقوا، خوف خدا فقط در شما باشد، احکام خدا را شما اجرا بکنید در زندگی خودتون، لا یضرکم کیدهم شیئا، کید آنها، مکر آنها به شما ضرر نمیرساند چیزی. ان الله بما یعملون محیط، بدون شک الله عزوجل به آنچه که یعملون آنها انجام میدهند محیط است، احاطه کرده. خداوند همه نقشه های اونها را در احاطه دارد. اونطور نیست که هرچی که اونها بخوان پیاده میشه، هرچی که اونها بخوان عملی میشه. نه، شما اگر محکم با خدا باشید، هیچ غلطی اونها نمیتوانن بکنن. و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین، در اینجا الله عزوجل داستان احد را بیان میفرماید. جنگ احد، اکثر مفسران بر این اعتقاد هستند که این و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین در رابطه با چی هست؟ جنگ احد. اما ربطش با گذشته، اینجا چی خواندیم؟ و ان تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، اگر شما با تقوا باشید، کید و مکر اونها هیچ ضرری برای شما نخواهد داشت. همونطور که در احد خیلی مکر کردند، به شما ضربه زدند، آسیب رسوندند، اما نتونستند به اهداف خودشون برسند. اونها، ابو سفیان بعد از اون برگشت، گفتند که چرا ما کار را یکسره نکردیم؟ لذا الله عزوجل چنان رعبی در دلشون انداخت که رسول الله صلی الله علیه و سلم، انشاءالله در همین سوره میخوانیم، غزوه حمراء الاسد، رسول الله صلی الله علیه و سلم همونطور که صحابه زخمی بودند، همونطور که صحابه مشکل داشتن، گفتن بریم به طرف اونها که دارن برمیگردند. وقتی که رفتن اونها پا به فرار گذاشتن، ترسیدند. آخر شکست مال کسی هست که تلفات میده، یا شکست مال کسی هست که میدود و میگریزد، فرار میکنن؟ نه، اونا فرار کردند، میدان را خالی کردند. لذا الله میفرماید و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین، زمانی که صبح کردی، غدا چی را میگن؟ صبح کردی در میان اهلت. رسول الله صلی الله علیه و سلم این صبح در خانه اهلش بود. اهل کیه که قرآن را اهل میگه؟ تمام روایت ها را ببینید، ام المؤمنین عایشه هست، اهل بیت پیغمبر. و اذ غدوت من اهلک، خب این بحث را انشاءالله میخوانیم در سوره احزاب، ولی خب اینجا هر جا در رأس اهل کی هست؟
زوجه هست. تا وقتی زوجه نباشد آیا فرزند پیدا میشه؟ خب اول اهل زوجه هست، بعدا فرزند میاد اهل میشه به توسط و به برکت زوجه. لذا و اذ غدوت من اهلک، زمانی که شما صبح کردید از اهلت، یعنی در خانه اهلت، بعد از اون که از خانه ام المؤمنین آمد به طرف احد، برای مؤمنین سنگر درست کرد. تبوئ المؤمنین، جای میدادی برای مؤمنان، مقاعد للقتال، جای نشستن برای قتال، یعنی سنگر برای جنگ کردن. والله سمیع علیم، الله عزوجل سمیع هست، شنوا هست، علیم دانا هست، همه چیز را الله میداند. خدا میداند که چه اتفاقی میفته. اونجا وقتی که رفتند، ابتداءً گروه مسلمانان گرچه تدارکات اندک بود، تسلیحات اندک بود، اما جمعیت مسلمانان 1000 نفر بود. منافقین هم چون همراه بودند. اونجا عبدالله ابن ابی اعتراض کرد، چون اونا نظرشون این بود که از مدینه خارج نشیم، همینجا مدینه تو خونه ها بشینیم دفاع بکنیم. ولی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رفتن به طرف احد. اونجا وقتی که رفتند، منافقان وقتی که دیدند لشکر کفار را، قبلا شما دیگه آیات مدنی زیاد خواندید، الان با خله و خصلت منافقان آشنا هستید. هر جا که می دیدند و احساس می کردند غلبه‌ای هست، همراه می شدند. هر جا احساس می کردند مغلوبیتی هست، بهانه می آوردند و بر می گشتند. لذا عبدالله ابن ابی می گفت که کسی از ما حرف شنوی ندارد، به مشوره ما اهمیت نمی دهد و ما را به انسانی به حساب نمی آورد، ما نمی مانیم. برگشت، با منافقان برگشت. 300 نفر باش برگشت. از 1000 نفر 300 نفر رفت، چند تا ماند؟ 700 نفر ماند. باز هم 2 تا طایفه، بنو حارثه و بنو سلمه که از اوس و خزرج بودن، اینها متزلزل شدن. اینها میخواستن برگردن، ولی الله تعالی کمکشون کرد، اینها فریب منافقین نخوردن. خدا اینجا تعریف میکند از همت اونها که ابتدا سست شد. الله میفرماید اذ همت طائفتان منکم ام تفشلا، زمانی که قصد کرد 2 گروه، اراده کرد 2 گروه، 2 طایفه از شما، ان تفشلا، این که فشل بشند، سست بشند، بزدلی نشون بدند. این بنو حارثه بود و بنو سلمه از اوس و خزرج. اینها بنو سلمه از اوس بود و حارثه از خزرج بود. اینها گفتند که ما بریم شکست میخوریم. میخواستن برن، آخر دیگران اونها را موعظه کردن، راهنمایی کردن و خدا هم نخواست. اینا مؤمن بودن، مثل اونا منافق نبودن. والله ولیهما، الله عزوجل ولی اونها، حامی اونها بود، الله نگذاشت. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط و فقط بر الله باید توکل بکنن مؤمنان. ببین توکل بر الله چگونه هست؟ اسباب را همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چی که اسلحه داشت، هر چی که شتر و اسب بود، مرکب بود، آوردند. الان توکل بر خدا، نه اینکه توکل با ترک سبب، اسباب را ترک بکنیم. بر توکل زانوی اشتر ببند، باید زانوی شتر را ببندیم، در ماشین را قفل بکنیم و دزدگیر را هم به کار ببندیم، بعدا توکل به خدا، بعد از اون به خدا اعتماد بکنیم. لذا نه اینکه همه چیز را باز بکن، سویچ را هم روش بذار، توکل بکن، این نشد. قال سهل رضی الله عنه من قال ان التوکل یکون بترک السبب، هر کسی از آیه سو استفاده بکند و بگوید توکل این است که اسباب را ترک کن، مریض هستی قرص نخور، بگو توکل خدا خوب میکند، فقد طعن فی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. قرطبی این انسان در سنت رسول الله چی زد؟ طعنه زد. سنت نیست. سنت همینی که رسول الله در احد انجام داده.
توکل دارد ولی هر چی که از اسباب هست هم بکار گرفته. الله می فرماید وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فقط و فقط بر الله توکل کنن مؤمنان. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. داستان احد بعد از این به تفصیل ادامه دارد تا چندین رکوع تا نزدیک پایان سوره می رود، اما الله تعالی نمونه بیان می فرماید. ببین اونجا شما را خدا نصرت کرد. ولقد نصركم الله، بدرستی الله شما را یاری فرمود در بدر و انتم اذله، در حالی که شما کم بودید. اذله یعنی قلیله، شما اندک بودید. فاتقوا الله لعلكم تشکرون، از الله بترسید شاید شما شاکر باشید. اذ تقول للمؤمنین، این متعلق به نصرکم هست. نصرکم اذ تقول للمؤمنین، اونجا در بدر شما را یاری کرد، اونجایی که شما می گفتی به مؤمنین الان یکفیکم، آیا شما را کفایت نکند ربکم، رب شما بثلاثه آلاف، به 3000 من الملائکه منزلین، از ملائکه که فرود می آیند. 3000 چون که اونجا لشکر کفار 1000 نفر بود و مسلمانان 313 نفر. الله عزوجل برای تقویت مسلمانان گفت بیغم باشید، 1000 فرشته در صفوف شما هست. بعدا شایع شد که اونها 2000 نیروی دیگه کمکی داره برایش میاد و هم نیروها را آماده کرده بودند که بیارند. لذا الله عزوجل فرمود که اونها اگر 2000 بیارند 3000 ما میفرستیم، چون 2000 بیاد میشه 3000، ما هم 3000 میفرستیم. نه 5000 میفرستیم، 5000 اونها بیارن ما 5000 ملک میفرستیم. صحابه را الله تقویت کرد. الله فرمود ان یکفیکم، آیا کفایت نکند شما را، ان یمدکم، اینکه شما را الله کمک بکند، ربکم بثلاثه آلاف، با 3000 من الملائکه منزلین، از ملائکه که فرود می آیند. بلا ان تصبروا، بلا یعنی یکفیکم، چرا کفایت نمی کند؟ کفایت می کند شما را ان تصبروا، اگر شما صبر کنید، و تتقوا، تقوا را پیش بگیرید، و یأتوکم من فورهم، بیاید لشکر دشمن فورا بیاید، کمکی دشمن فورا بیاید، من فورهم هذا یعنی در همین آن، در همین لحظه. یمددکم ربکم، شما را ربتان نصرت می کند، بخمسة آلاف، با 5000 نفر، من الملائکه، از ملائکه که مسومین، نشانی شده. اونا یک نشانه جنگی دارن، زره پوش، نشانه جنگی، نه که ملائکه معمولی صوفی های ذاکر، نه، بلکه اونهایی که به اصطلاح وردی پوشند و نظامی هستند، اونها می آیند، مجاهدین می آیند و به کمک شما. لذا شما نگران نباشید. اما نیازی بود به ملائکه؟ الله عزوجل قادر است با کن فیکون عالمی را ویران می کند، این مشرکان را نمی تواند از بین ببرد. الله می فرماید این به خاطر تقویت شما، و الا الله عزوجل خودش دشمنانش را تار و نابود می کند. الله می فرماید و ما جعله الله الا بشرا لكم، ما قرار ندادیم این را، یعنی این امداد الهی به وسیله ملائکه و این عدد ملائکه را، الا بشرا لكم، مگر بشارتی برای شما، ولتطمئن قلوبكم به، و تا اینکه مطمئن بشه دلهای شما به این، دلهای شما به این چی بشه؟ مطمئن بشه. و من نصر الا من عند الله، و الا نصر با ملائکه نیست، یاری و کمک با تعداد نیست، کمک میاد الله میده. و من نصر الا من عند الله، اینها را الله چرا میگه؟ انها الله تعالی خودش
برای مسلمانان سبب درست کرده، اسباب فرستاده. همین ملائکه خودش اسباب هستند، ولی تذکر میده که ببینید اعتماد بر اسباب نباشد، اعتماد به رب الاسباب باشد. الله می فرماید و من النصر الا من عند الله، نیست نصرت و یاری مگر از جانب الله، همان اللهی که العزیز، اللهی که غالب هست، الحکیم، غالب هست، بغیر انزال ملائکه میتونه شما را کمک کند، غالب هست بغیر انزال ملائکه. اما الحکیم تو کارهایش حکمت است، تو کارهایش حکمت. عدد میفرستد به عدد، به اندازه عدد مشرکین عدد ملائکه میفرستد، تو این حکمت ها نهفته هست. من جمله حکمت ها تقویت شما مسلمانان. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تا الله عزوجل از بین ببرد، قطع کند بخشی از کفار را، بخشی از کفار را. طرفا یعنی بخشی از کسانی که کفر کردن. او یکبتهم، یا ذلیلشان بکند، خارشان بکند. فینقلبوا خائبین، اونها بگردند خائب. خائب یعنی نامراد، ناکام، خالی دست، ذلیل بشند. خب این نمونه بود از جنگ بدر. خداوند میفرماید ببینید در بدر شما را خداوند به وسیله سپاهیان غیبی ملائکت الله کمک کرد. 1000 نفر، 3000 نفر، 5000 نفر، اینا همه در برنامه بودند. اما اینجا، خب اینجا تفصیل احد را بعدا میخوانیم. اما لیس لک من الامر شیء، این متعلق به جنگ احد است. رسول الله صلی الله علیه و سلم ناراحت شدند. بعد از اینکه جنگ تمام شد، اونها به رسول الله صلی الله علیه و سلم حمله کرده بودند. جنگ بود دیگه. آن حضرت صلی الله علیه و سلم سر مبارک زخمی شد، خونالود شد، شکست، دندان و رباعیه مبارک شکستند و دهانش خونالود شد، کفشش، لباسش. آن حضرت ناراحت شد، گفت کیف یفلح قوم شجوا نبیهم صلی الله علیه و سلم، چگونه رستگار میشه، چگونه موفق میشه، کامیاب میشه قومی که سر پیغمبرشون را مشکند و کسروا رباعیته و دندانهایش را مشکند، در حالی که و هو یدعوهم الی الله تعالی، این پیغمبر اونها را به سوی خدا فرا میخواند، به سوی فلاح و رستگاری فرا میخواند، و اونها میان پیغمبر خودشون را میزنند، دندانش را شهید میکنه. این قوم چگونه کامیاب میشه، چگونه موفق میشه؟ الله فرمود نه، به خاطر مسائل شخصی تان. لیس لک من الامر شیء، مختار کل الله است، رسول الله نیست. لیس لک من الامر شیء، بله نیست برای شما از این امر هیچ چیزی. او یتوب علیهم، یعنی حتی یتوب علیهم، یا الی ان یتوب علیهم، یعنی شما در این کار دخالتی نخواهید داشت تا اینکه خدا بر اینها رجوع میکند، اینها را توبه نصیب میکند، مسلمان میشن چنانچه اکثرشون شدن. او یعذبهم، یا خدا اونها را به عذاب گرفتار میکند، در دنیا و آخرت خار و ذلیلشان میکند، چنانچه بعضی هم شدند، بعضی کشته شدند. لذا الله میفرماید در این کار هیچ کاری شما ندارید. استبعاد لتوفیق من فعل ذلك، استبعاد لتوفیق من فعل ذلك، یعنی این که کسی این کار را کرده، لذا این انسان بعید هست که دوباره چی بشه؟ دوباره هدایت بشه. کیف یفلحو، چگونه رستگار میشه، چگونه؟ الله میفرماید نه. و قوله تعالی لیس لک من الامر شیء تقریب لما استبعده، ای پیغمبر اون چیزی را که تو بعید میدانی اون نزدیک است. تو میگی چطور کامیاب میشن، چطور هدایت میشن؟ خدا میگه هدایت میشن.
تو کار نداری او یتوب علیهم، خدا بر اونها رجوع میکند، توبه نصیبشون میکند، او یعذبهم، یا عذابشون میده. شما چنین دعایی نکن. لذا لیس لك من الامر، و قوله تعالی لیس لك من الامر شیء تقریب لما استبعده، آنچه که رسول الله آن را بعید دانست، این لیس لك من الامر او را چی میداند؟ قریب میداند. یعنی ممکنه اینها با این بیادبی و سوء ادبی که نسبت به شما کردن، با وجود این هم چی بشند؟ ایمان بیاورند. تقریب لما استبعده و اطماع فی اسلامهم، قرطبی، و اطماع و طمعی هست در اسلامشان، شان بیاورند، لذا بعید نیست. الله می فرماید لیس لک من الامر شیء، نیست برای شما ای رسول الله در این امر چیزی، او یتوب علیهم، یعنی حتی یتوب علیهم، یا الی ان یتوب علیهم، تا اینکه خدا بر اونها رجوع بکند، او یعذبهم، یا که عذابشون بده در آخرت. چرا عذابشون بده؟ فانهم ظالمون، بدرستی اونها ظالم هستند. به این خاطر این در اختیار الله است، این در اختیار رسول خدا نیست. پس مختار کل کیه؟ الله. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای الله است تمام تصرفاتی که در آسمان ها هستند و در زمین هستند. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اون رب اختیار دارد که هر کسی را ببخشاید، و یعذب من یشاء، اون اختیار دارد که عذاب بده هر کسی را که بخواد. یغفر لمن یشاء بنویسه منیب، و یعذب من یشاء بنویسه الذی مات علی الشرک، اونی که بر شرک بمیرد. همه چیز به دست الله است. والله غفور رحیم، خداوند بخشاینده و مهربان است. این ضمن این که دلیل عقلی هست برای توحید خدا، همچنین دلیل عقلی هست، دلیلی هست برای لیس لک من الامر شیء، هم دلیل هست. ای پیغمبر این در اختیار شما نیست. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، مختار کل، صاحب اختیار در آسمان ها و زمین، اینکه کرا ببخشاید کرا نبخشاید. وحشی به اون شکل فجی حضرت حمزه را شهید کرد. هند چیکار کرد؟ هند جگرخوار، ولی خداست که هدایت می کند و خداست که هر کسی را بخواهد بر ضلالت میراند و به جهنمش میبرد. همه چیز به دست الله است. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.